سلام به همگی. میخوایم با هم یه سفر مجازی داشته باشیم به قلب یکی از قدیمی‌ترین و پرشورترین بازارهای کریسمس آلمان، یعنی بازار فرانکفورت. پس با ما همراه باشید تا ببینیم داستان این بازار چیه و چی اون رو انقدر خاص کرده. این جمله واقعا حق مطلب رو ادا میکنه. ببینید اینجا فقط یه بازار ساده نیست، یه تحول کامله. فکرشو بکنید، یه مرکز تاریخی با اون همه قدمت یهو انگار جون میگیره و غرق در نور و حال و هوای کریسمس میشه. خب بزن بریم، سفرمون رسما از اینجا شروع میشه. میخوایم با هم قدم بزنیم تو این بازار و ببینیم چرا از همه جای دنیا برای دیدنش میان. اصلا فکر نکنید این یه رویداد محلیه، نه. مردم از گوشه و کنار دنیا، از هر قاره‌ای که فکرشو بکنید خودشونو میرسونن فرانکفورت تا این حال و هوای بی‌نظیر رو از نزدیک حس کنن. واقعا یه جورای پاتوق بین‌المللی عاشقای کریسمسه. خب حالا میرسیم به بخش خوشمزه و هیجان انگیز ماجرا. آماده این که با هم غرق بشیم تو بوها و طعم‌های فوق‌العاده این بازار؟ ببینید هر کدوم از اینها یه داستان دارن. اینا فقط خوراکی نیستن، بخشی از هویت این بازارن. از اون گیلوواین داغ که تو سرما میچسبه تا بوی محشر بادون بوداده که همه جا پیچیده. همشون با هم یه تجربه بی‌نظیر برای همه حواستون درست میکنن. گلوهواین، آه، این فقط این نوشیدنی ساده نیست، میدونید؟ اصلا خود حس گرما و صمیمیت توی فنجونه. فکرشو بکنید، تو اون هوای سرد یه فنجون داغ دستتونه و بخارش به صورتتون میخوره. این دقیقاً همون چیزیه که تجربه بازار کریسمس رو کامل میکنه. خب حالا که از طعم‌ها لذت بردیم، وقتشه که چشم و روحمون رو مهمون کنیم. بریم سراغ هنر و تاریخ، چون اصالت و روح این بازار توی همین صنایع دستی و ریشه‌های تاریخیشه. جذابیتش اینجاست که گذشته و حال چطور قشنگ با هم ترکیب شدن. این ساختمان‌های قدیمی فقط یه دکور خوشگل نیستن، نه. اینا الهام بخش هنرمندایی هستن که هنوز دارن سنت‌های چند صد ساله رو زنده نگه می‌دارن. و نتیجهش چی میشه؟ یه هدیه خاص و دستساز که شما میتونید با خودتون به خونه ببرید. هر کدوم از این چیزایی که میبینید یه داستان برای گفتن دارن. به این اسباب بازی‌های چوبی فکر کنید یا اون زیورآلات شیشه‌ای که با چه ظرافتی ساخته شدن. اینا یه سوغاتی ساده نیستن، یه تیکه از فرهنگ و تاریخ اون منطقه‌ن که با کلی عشق و هنر دست ساخته شدن. ولی صبر کنید، ماجرا فقط خوردن و خریدن نیست. کلی برنامه‌های باحال دیگه هم هست. مثلا گروهایی که سرودای کریسمس میخونن یا اون چرخ و فلک‌های قدیمی. همه اینا یه فضای شاد و خانوادگی درست میکنن. اینجا جاییه که واقعاً حس میکنید بخشی از یک جامعه بزرگ و شاد هستید. و حالا میرسیم به جادویی ترین قسمت سفرمون. وقتی که هوا تاریک میشه، اینجاست که بازار چهره واقعی و شگفت‌انگیزش رو نشون میده. بریم ببینیم. دقیقاً همین لحظه است. با اومدن شب بازار تبدیل به همون کارت پستالی میشه که همیشه تو ذهنمون داشتیم. حال و هواش زمین تا آسمون فرق میکنه. یه چیز واقعاً جادویی. تصور کنید هزاران هزار چراغ ریز و درشت همه میدون اون درخت کریسمس غول‌پیکر رو روشن کردن. یه نور گرم و طلایی که انگار کل فضا رو بغل کرده و همه چیز رو دنج و رویایی میکنه. و این جزئیات کوچیکه که همه چیز رو خاص میکنه. نگاه کنید به بازتاب نور فانوسا روی سنگفرش‌های قدیمی. یه حس نوستالژیک و یه زیبایی بی‌نظیری داره که آدم رو با خودش میبره به یه دنیای دیگه. شب میشه، صداها هم عوض میشن. همه شاد مردم، صدای موسیقی، همه چیز یه جورایی عمیق‌تر و گرمتر به گوش میرسه. فضا خیلی صمیمیتر میشه و شما رو کاملا توی خودش حل میکنه. و در نهایت میبینیم که بازار کریسمس فرانکفورت خیلی بیشتر از یه بازار ساده است. یه نماد سنت، نماد دور هم بودن و شادی. یه جورایی مثل یه نور بزرگه که توی تاریکترین و سردترین روزهای سال دل شهر و آدماشو گرم میکنه. این سفر ما رو به یه سوال جالب میرسونه. ما جادوی فرانکفورت رو با هم دیدیم. حالا شاید وقتش باشه از خودمون بپرسیم توی فرهنگ و جامعه خودمون چه سنت‌ها یا دورهمی‌هایی هستن که تو دل زمستون بهمون نور و گرما میدن. ممنونم که تو این سفر کوتاه با من همراه بودید.